تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزادن، همه بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه دیگری از تلویزیون ایران ما رو تقدیم حضورتون میکنم. تون عرض کنم امروز دوشنبه 28 ماه می برابر با 8 خرداد هست. در خدمت خانم الهه امیری، ایشون فوق لیسانس در رشته فرهنگ و زبان قدیم دارن، باستانی دارن و من فقط خیلی سریع عرض بکنم خانم امیری که ما اول برنامه دچار مشکل صدا شدیم. متاسفانه میبخشید. خانم امیری به یه نکته جالبی اشاره کردن، گفتن وقتی یه نفره هستی، دست تنها هستی، مسائل پیش میاد، خب یه خوردم این مشکلات رو پیش میاره. میبخشید. ما قسمت اول برنامه که شما برنامه رو دیدید صدا نداشتیم، مجبور شدیم برنامه رو قطع بکنیم و دوباره اجرا بکنیم. الان در ماه خرداد هستیم ولی با خانم امیری صحبت کردیم که یک کمی در مورد تیرگان امروز صحبت بکنیم و به موقع خودش در ماه تیر بیشتر در مورد تیرگان صحبت خواهیم کرد و همچنین در رابطه با آرش کمانگیر، قهرمان ملی کشور ما که میدونم همه شما اطلاعات زیادی در مورد این شخصیت دارین، ولی خانم امیری مطمئنم که میتونن اطلاعات خیلی بیشتر از اون چه که ما داریم رو به ما بدن. خب خانم امیری، اولا بفرمایید من خیلی سریع از شما بپرسم همون سوالی که بدون صدا رفتیم و اون این که نه تعداد زیادی ولی بعضی از هموطنان ما میگن که اصلا چرا باید راجع به قهرمانان ما صحبت بشه؟ اینها گذشته‌ای بوده مربوطه به ایران و تاریخ ایران و گذشته و تموم شده و به اصطلاح اینا استخوان‌هاشون هم از بین رفته زیر خاک و ما میدونیم که چقدر این اسطوره‌ها، این شخصیت‌ها میتونن در راستای ساختن فرهنگ مهم باشن. دلم میخواد شما توضیحات بیشتری بدین که چرا باید به اینها پرداخت که نقششون کمرنگ نشه. بله، با سلام خدمت بینندگان عزیز، با سلام دوباره. البته خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. سوالی که شما گفتین خیلی سوال مهمی هستش، چون خیلی ها هم به من میگن که چه فایده داره این گفتن این بازگو کردن اسطوره ها و اصلا در یک کلیت دیگه میشه گفت مراسم و آیین هایی که به هر حال این اسطوره ها و این قصه های تاریخی به دنبال خودش داره، مثل جشن تیرگان، اینها چه لزومی داره و چه اولویتی داره و چرا اینقدر بهش اهمیت داره؟ یعنی کلا به گذشته، تاریخ و سنت چرا باید اهمیت داد؟ من فکر میکنم که نه فقط من، حتما اکثر کسانی که تو این وادی هستند در رابطه با فرهنگ و تاریخ ایران، به خصوص ایران باستان، نه فقط ایران معاصر، در این شکی ندارند که ما نمیتونیم فرهنگ رو از جامعه جدا کنیم و یه بخش بزرگی از فرهنگ همین اسطوره ها هست و همین مراسم و آیین هایی که برخی در ارتباط با همین اسطوره های تاریخی ما شکل گرفته. در حقیقت اسطوره با افسانه متفاوته. یعنی اسطوره همون افسانه نیست که یک چیز فقط ساخته ذهن بشر باشه. اسطوره ها واقعیت های تاریخی هم داشتن، از جمله اسطوره آرش کمانگیر که این موضوع رو من انتخاب کردم با شهره عزیز به خاطر اینکه این روزها در امریکا ما در مموریال دی هستیم، روز یاد بود برای کشته شدگان جنگ، کسانی که جونشون رو برای وطنشون رو به هر حال دادن و ما فکر کردیم بهتره که ما هم از اسطوره های خودمون صحبت بکنیم که سرآمدشون آرش کمانگیر هست که جان در تیر نهاد و برای وطنش
جونش رو از دست داد و فداکاری کرد. فقط الهی جان قبل از اینکه بپردازیم به آرش کمانگیر، شما قرار بود یک توضیح هم در مورد تیرگان خیلی کوتاه بدید. منتها فقط اشاره بکنم که اسطوره ها امکان داره که واقعیت های تاریخی داشتن، ولی خب در طول زمان هم بال و پرهایی بهشون داده شده و شکل و شمایل دیگری گرفتن. فقط این رو بگم و حالا کاش که وقت بود اصلا یک بار ما راجع به اسطوره های کشورهای مختلف و کشور خودمون و پیوند اینها با هم دیگه تو زمان بیشتری خوبه که حتما صحبت بکنیم. خب منتظریم که از شما بشنویم. خواهش میکنم. در رابطه با مسئله خود اسطوره آرش کمانگیر و جشن تیرگان، ارتباطش با جشن تیرگان، میدونید خب کلمه تیر که ماه تیر هم به حال به اون منسوب هستش، این از همون تیر هست که در کمان آرش نهاده شد و سرنوشت تاریخی و یک سرزمین رو این تیر تعیین کرد. گان هم که یک پسوندی هست برای جشن‌ها استفاده میشه که ما مشابهش رو داریم، مثل مهرگان برای ماه مهر و جشن مهرگان. خب جشن تیرگان کاملا مربوط هست به آرش کمانگیر. البته یک باوری هم هست که اینو مربوط میکنه به خدای تیشتر، خدای باران. میدونید در ماه تابستان هست و گرما و اینکه باران همیشه مسئله مهم بوده برای سرزمین ایران که سرزمین خشک بوده. اینه که به اون ایزد بانوی تیشتر هم یا اون ایشتار هم این مثل جشن تیرگان بعضی‌ها اینو منسوبش کردن. ولی اون چی که برای ما کاملا مشخص هست مسئله و اسطوره، دقیقاً اسطوره آرش کمانگیر هستش که آرش کمانگیر همونطوری که همه با اسمش آشنا هستیم تا حدودی در حقیقت قهرمانی بوده از سرزمین ایران و طبرستان به طور خاص، به طور اخص. در مازندران بعضی ها اون رو از شهر آمل میدونن و بعضی ها هم از ساری میدونن. به هر حال چیزی که در شکی نیست اینکه این قهرمان ملی از خطه مازندران بوده. به خاطر همین جشن تیرگان در نواحی مازندران بسیار مهمتره، چون اون یه قهرمانی به خصوص تر از این برای خودشون بیشتر میدونن. خیلی یعنی واقعا بر قرنها این جشن تیرگان رو در کنار زرتشتیان مازندرانی ها خیلی این رو همیشه برگزار میکردن. خانم امیره قبل از اینکه بیشتر بپردازیم به شخصیت آرش، لطف کنید بگید که این جشن ها الان به چه صورت انجام میشه یا در قدیم به چه صورت انجام میشده و ما میبینیم که در حقیقت این جشن ها الان به گستردگی قدیم نیست و خیلی ساده از روش میگذریم، گرچه جوانان ما علاقه‌مند هستن که این جشن‌ها رو بهش بیشتر بپردازن، بزرگ بکنن. بگید که این در این جشن‌ها چه کار می‌کردن؟ بله حتما این رو من خیلی دوست داشتم که بتونم در ماه تیر اینو صحبت بکنم که مناسبتش بیشتر هست و بیشتر بشه لمسش کرد. جشن تیرگان رو خیلی مراسم متفاوتی داره جشن تیرگان، ولی اون چی که همه مشاهدش بودیم در سال گذشته بود که در تهران اتفاق افتاد و جوانان ایرانی تونستن از طریق فیسبوک جشن تیرگان رو در تهران و اطراف تهران برگزار کنن که متاسفانه با توجه به این واقعیت تلخ همیشه با این جواب مناسبی هم روبرو نشدن و خیلی خوب دستگیر شدن به خاطر برگزاری این جشن که همراه بود با آبتنی و آببازی و هیچ شعار سیاسی هم داده نشد، ولی اون حجم اون تجمعی که جوان‌ها داشتن با هم دیگه به حال زیاد مورد پسند واقع نبود، به خاطر اینکه خب همیشه این ترس از تجمع جوان‌ها وجود داره. دقیقاً نظامی که به خودش اطمینان نداره و از گرد همایی چند تا جوان برای آببازی هم نگران میشه. به هر حال جشن تیرگان پارسال من فکر کنم دقیقاً یک فراخوان بود از اون آرش وجود بر قله دماوند جان. چه قشنگ این رو تفسیرش کنیم. فکر کردم من بهش واقعا همینه، چون این آرش ها در وجود جوانهای ما هست. آرشی که برای وطنش میخواد بیاد جلو و حرکت بکنه و یک اقدامی رو انجام بده که بتونه حل بکنه. اسطوره آرش کمانگیر 3 نکته خیلی مهمی داره که حتما باید بهش اشاره کرد. 3 نکته کاملا عینی.
یعنی نمود عینی پیدا میکنه اسطوره آرش کمانگیر. ولی قبلش اگه موافق باشی من یه مقدمه کوتاهی بگم از خود آرش. آرش در اوستا اومده، کلمه آرش، نام آرش. ببینید چقدر نام معروفی هم هست و چقدر از جوانان ما این اسم رو هنوز دارن، این اسمی که هیچ وقت کهنه نشده و همچنان این اسم آرش روی پسرها ایرانی ها میذارن. خود کلمه آرش در اوستا ارقشه، یعنی دارنده ساعد نیرومند، یا به تعبیر دیگه بعضی ها میگن درخشان و تابنده، این معنی رو کردن. در اوستا اومده و در حقیقت و دارنده تیر. چند تا معنی برای این کلمه آرش هست که من این رو براتون جمع بری کرده بودم اینجا. تابان و درخشنده، دارنده ساعد نیرومند و صاحب تیر شتابان. این سه تا معنی هست که برای کلمه آرش که در اوستا میدونید که متون اوستا یکی از کهن‌ترین متونی هستش که از تاریخ ایران باستان ما به حال شانس آوردیم این به جا مونده و این به اسم ارقشه هستش. این به زبان اوستایی ارقشه هست که در تبدیل تاریخی زبانی این بعدها به کلمه آرش تبدیل میشه. حتی در شاهنامه 3 بار از آرش به مثبت و نیکی یاد شده، اما داستان آرش کمانگیر به تفسیر و به جزئیات در شاهنامه نیامده. فقط در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی زمانی که جشن تیرگان رو داره توضیح میده که این جشن به چه شکل انجام میشده اشاره میکنه به داستان آرش کمانگیر. اما به کوشش نویسندگان معاصر از جمله بهرام بیضایی که کار بسیار زیبایی رو برای آرش نوشته و به خصوص شاعر گرانقدر مرحوم سیاوش کسرایی شعر بسیار زیبایی آرش کمانگیر که در کتب فارسی آموزشی مدارس ما این وارد شد و اونجا من فکر کنم بسیاری با نام آرش کمانگیر بیشتر آشنا شدن. ما در تاریخ معاصر هم نویسندگان ما به حال از آرش صحبت کردن. خب اولا اینکه خیلی ممنون میشم خیلی کوتاه داستان آرش رو برای کسانی که نمیدونن یا شاید برای جوان‌ها که دارن نگاه میکنن شما تعریف بکنید و بگید ویژگی‌های آرش چی بود؟ بله 100%. آرش کمانگیر قهرمان اسطوره ایران بوده. همونطور که گفتم در زمانی که میگن در تاریخ پیشدادیان، زمانی که ایران و توران در جنگ بوده، در این تاریخ این اتفاق میفته و جنگ به خاطر مرز سیاسی بین ایران و توران بوده، بین افراسیاب و منوچهر. مرز جغرافیایی دیگه. بله، مرز جغرافیایی سیاسی. بله. بین ایران و توران بوده و در زمانی که سپاه منوچهر، سپاه ایران شکست سختی میخوره و در تنگنا قرار میگیره، افراسیاب پیشنهادی میکنه و اونجا میخوان که این اتفاق بیفته که مرز رو بیان و نه در حقیقت افراسیاب پیشنهاد صلح و دوستی رو میده که چون اون هم به حال جنگ فرسایشی بوده، بعد از سالها جنگ هر دو سپاه خسته شده بودن، پیشنهاد میده برای آشتی و مذاکره و صلح و اینجا بوده که به هر دو به این فکر میافتن که یک کاری انجام بدن که ما بتونن این مرز سیاسی رو بدون جنگ و خونریزی تعیین کنن. این یکی از خصلت‌های اسطوره آرش کمانگیر هست. یک خرد جمعی دور هم دیگه جمع میشن و فکر میکنن که جنگ و خونریزی دیگه بسه و بهش پایان بدن و بتونن با تفکر، با تمرکز و با یک توان، ولی یک نفر رو میخوان، یک کسی که بتونه این کار رو انجام بده، میدونه این تمرکز رو داشته باشه و این فداکاری رو بتونه انجام بده که اینقدر این دقیق جان در اون تیر میگذاره. و چرا این کار رو میکنه آرش؟ بتونه تیر تا اونجایی که بشه فراتر و فراختر پرتاب بکنه که مرز ایران رو وسیع‌تر بکنه با این نگرش. و بعد بر بلندای کوه دماوند که دیگه کوه دماوند یعنی ایران به نظر من، اینقدر که این نماد تاریخی و فرهنگی هستش برای مردم و بر بالای کوه دماوند این اتفاق میفته اونطور که در اسطوره گفته میشه و آرش جونش رو میده، یعنی بی جان بر زمین میفته و بعد اونجا که میگن در کنار رود جیهون بوده، مرز ایران و توران اونجا مشخص میشه. ولی بعد از اون یادواره آرش رو نه با گریه وزاری، با جشن تیرگان اینها همیشه زنده نگه داشتند و این هم بازی که از خصلت‌های خوب این اسطوره آرش کمانگیر هست و جشن تیرگان که
بزرگداشت یک قهرمان ملی رو نه با گریه و زاری بلکه با جشن و شادی این رو به یاد میارند. خب ما چی شناسایی از خود این شخصیت آرش داریم؟ این همونطور که گفتم چون یه شخصیت اسطوره‌ای هست، اینکه بعضی ها در یک جای دیگه آرش رو به عنوان یک حاکمی در زمان پارتیان، البته ما از یک حاکم پارتی که در شهر گرگان حکومت میکرده به اسم آرش هم داریم، یعنی شخصیت آرش چند جا به شکل مختلف اومده، ولی جالبه که همه در منطقه شمال ایران هستش اون جایی که نام آرش گفته میشه. پس در حقیقت اولین چیزی که خیلی درش مطمئن هستیم این که آرش متعلق بوده به مردمی از نواحی شمال ایران. بعد در رابطه با اینکه یک پهلوان بوده، یک قهرمان بوده که این انتخابش کردن، پس یک توانایی و یک کارایی رو در این شخص دیدن که این رو انتخاب کردن که بیاد این کار رو انجام بده. اینه که اطلاعاتی به شکل جزئی که حالا همونطور گفتم بعضی‌ها میگن از شهر آمل، بعضی‌ها میگن شهر ساری، در ویسورامین در شهر ساری رو اشاره میکنه در شعر، ولی در اوراق‌های بیرونی آمل رو اشاره میکنه. اینی که اون خاستگاه جغرافیاییش 100% شمال ایران بوده و چون خب کوه دماوند هم در نزدیک شمال ایران واقع هست، کوه البرز، ولی اطلاعات به طور جزئی ما از آرش کمانگیر نداریم به غیر از اون چند متنی رو که شما، اون چند تا ریفرنسی رو که دارید که در قسمت‌های مختلف به طور نوشتاری آمده. بله. خانم امیری بفرمایید که الان که شما میگید جوان‌ها جمع شدن حالا به نام آببازی یا اینها مراسمی و جشنی رو به وجود آوردن، غیر از این مسئله این فرهنگ این که آرش یک همچین کاری رو برای کشورش کرده، جونش رو گذاشته تا مرزهای ایران رو بالاتر در حقیقت برای کشورش جونش رو از دست داده. بله. این چطور میتونه ریشه بدونه در نسل‌های بعدی؟ بله خب هم اگر نگاهی کنید به تاریخ ایران کم نبوده به هر حال جوانان و کلا مردم ایران که فداکاری کردند و به شکل‌های مختلف، حالا چه حتی میشه گفت در تاریخ معاصر به شکل جنگ مسلحانه اینا اومدن و خواستن که یک طوری بتونن اون جامعهشون به بهروزی برسونن. در حقیقت ببینید این اسطوره‌ها برای این بوده که جوان‌ها همیشه به دنبال تحقق آرمان‌های اون آرمان شهری، به دنبال اون تحقق آرمان‌هاشون بودن، آرمان‌ها برای بهروزی، برای زندگی بهتر، برای رفاه بیشتر. اینی که در طول تاریخ سیاسی چه قدیم و چه معاصر کم نبوده جریان‌های سیاسی که شما می‌بینید که اصلا فداکاری‌ها حتی وقتی گفته هم میشه شما باور نمی‌کنید که این جوان‌ها این فداکاری‌ها رو کردن، که قصه هاش بسیار زیاده، ولی اون که سرچشمه و اون دقیقاً به انگلیسی میگن اینسپایر میشه ولی اون روحیه رو میگیره، این قصه ها، این اسطوره ها دلیل نیست، یعنی بدون میشه گفت 100% تأثیر خودش رو داشته. و شاعری مثل سیاوش کسرایی وقتی شعر آرش کمانگیر به اون زیبایی بازگو میکنه، شما رو کاملا در اون شرایط قرار میده که یک انسان یا یک ایرانی چطور میتونه با اون بگذره از زندگیش و این کار آسونی نیست. اینه که من فکر میکنم در رابطه با صحبت شما حرفتونم قطع میکنم، همین الان جوانایی که تو زندان هستن در حقیقت دارن همین کارو میکنن، یعنی به روش و شیوه دنیای امروز دارن مبارزه میکنن، شیوهی که دیگه جنگ و مسلحانه و اینها کار نمیکنه، بر سر حقشون حرف حقشون میستن، حاضر نیستن. منظورم همین که حتی اون هم میتونه یک نگاهی باشه به این قضیه که اگر هم اون حرکت شده در 40 سال پیش در یه زمان دور، اون هم به انگیزه این بوده که بتونن یک شرایط بهتری برای جامعه خودشون داشته باشن. حتی در جنگ‌های مسلحانه مشروطیت به هر حال این اومده برداشت تفنگش اونجا، حالا تیر رو برداشته، مرز تعیین کرده، تفنگش رو برداشته، برای مشروطیت جنگیده و تمام جنگ‌هایی که شده برای حفظ ایران و تاریخ فرهنگش. در حقیقت حرفم الان اینه که خب این آرمان‌ها و اینها با زمان خودش تغییر میکنه دیگه. در حقیقت الان منظورم اینه که یعنی جوانایی که الان توی زندان هستن، مخصوصا ما شاهد هستیم که در این دوره زنان ما چقدر هزینه کردن در کنار مردان، هر دو گروه با هم. ولی اینکه
چطور اینها بهشون فشار و ظلم وارد میشه ولی سر حرف خودشون، بله. حق خودشون ایستادن. خب اگر در رابطه با این اسطوره مسائل دیگه‌ای هست این مسئلهش خیلی جالبه. خب شما خیلی خوشتون میاد. خب ببینید در قصه آرش، در اسطوره آرش بهتره بگم، سه نکته بود که من گفتم حتما باید اینو بگم، که گفتم اشاره کردم، حالا یک مروری میکنم ولی یک نکتهشو نگفتم برای من هم این مسئله خیلی جالب بوده. نکته‌ای که به هر حال در وهله اول هست همون تصمیمی که گرفته میشه برای اینکه به اون جنگ فرسایشی که کشته ها داده و خونبار بوده خاتمه داده بشه. با چی؟ با یک حرکتی که کاملا این حرکت یک حرکت غیر جنگیه، میدونید، یعنی یک حرکت تفکری، باید توش تفکر بشه، روش باید حرکتی بشه که ربطی به خونریزی نداره. این به نظر من خیلی درش نکته هستش که این کار آرش انجام میده و به این جنگ خاتمه میده. مورد بعدش هم که همونطوری که اشاره کردم گذاشتن جانش، این بهایی که آرش داره پرداخت میکنه برای اینکه بتونه این حرکت رو داشته باشه، بهای بزرگیه. آرش از جانش گذشته. ولی نکته سوم این که در اسطوره آرش ما شاهد کسی هستیم که تیر رو به آرش میده. این ایزدبانوی اسپندارمز هستش، یعنی یک در حقیقت و اونه که به قضاوت میشینه که تیر رو به کی بده. اون تیر رو به آرش میده، تیر رو انتخاب میکنه و از بین قهرمان ها که از توران و ایران بوده ایزدبانوی اسپندارمزه که به قضاوت میشینه و آرش رو انتخاب میکنه، تیر رو انتخاب میکنه، تیر رو به آرش میده و وقتی که آرش مرز ایران و توران رو تعیین میکنه اون رو به رسمیت میشناسه. یعنی این قضاوت این ایزدبانو که در حقیقت یک زن هست. ما در تاریخ معاصر تو این 30 سال دیدیم که زنها از قضاوت محروم شدن. شما در اسطوره چندین هزار سال قبل میبینید که قضاوت رو به یک زن دادن، به یک ایزدبانوی زن. در نظر من خیلی جالب بود. معلومه. بله. وقتی که خوندم خیلی احساس خیلی خوبی کردم، به خاطر اینکه میبینید که این توجه و اهمیت دادن به زن چقدر در فرهنگ ما و در اسطوره‌های ما این مهم بوده، میدونید، و زن چقدر چه نیروی مهمی در تاریخ ما بوده و هست، هنوزم هست، هرچند که بخوام بگن نیست ولی هست. خب حالا میدونم خانم امیری شما علاقمند هستین که در زمان خود تیر ماه به جشن به تیرگان بپردازین، ولی گفتید که به اصطلاح برای جشنی که برای آرش کمانگیر میگرفتن غم و قصه و اینها نبوده، نه. شادی بوده و خوشی بوده. و یه کمی برای ما بگین که چه کار میکردن. بله، خب ببینید جشن تیرگان که البته روزش در 13 ماه تیر هست، جشن تیرگان که از چند روز قبلم شروع میکنن، ولی روز تیر از ماه تیر هست که جشن تیرگان برگزار میشه. الان در قدیم در آثار باقی ابوالریحان بیرونی به تفصیل اشاره شده که این توأم بوده با نذر و حال پخش خوراک و شیرینی در یک مهمانی عمومی مردم میشستن و با هم خوراکشون رو، غذاشون رو با هم دیگه تقسیم میکردن. و بعد جشن آبتنی بوده، چون هوای اون هوای تابستان هوای گرمی هستش، این جشن آب هم در حقیقت هست، جشن تیرگان و ستایش ایزدبانوی آبها آناهیتا، در ضمن ایزدبانوی ایشتر که از فرهنگ بین‌النهرین وارد فرهنگ ایران میشه در اون ماه هم هستش. و در کنار رودخانه ها اینها جشن تیرگان رو انجام میدادن که بعد اگر موافق باشید در همون جشن تیرگان ما صحبت کنیم. حتما. فقط خانم امیری بگین چون میدونم من به اسطوره ها خیلی خیلی علاقه‌مندم، ولی تا اونجایی که بستگی به کارم دارم پیگیری میکنم آنچنان گسترده راجع به تمام اسطوره های جهان نمیدونم، ولی اینجا اونجا اسطوره های کشورهای مختلف رو دنبال کردم. شما فکر میکنید یک همچین داستانی که یک نفری جانش رو میذاره و تیر رو میکشه که مرز رو تعیین بکنه، مشابه این با اسطوره دیگه‌ای در جای دیگه‌ای در کشور دیگه‌ای برخورد کردید؟ من فکر کنم یکی از ویژگی‌های اسطوره آرش کمانگیر همینه که مشابه به این شکل نداره. که شما مثلا ببینید در اسطوره‌های خدایان یونان باستان خیلی ما میبینیم خدایان، یا حتی در خدایان هندو ایرانی در هندوستان خدایان مشابه زیاد هست.
مثلا خدایی که به هر حال و حتی کاری که انجام میدن به شکلی مشابهت داره. این مورد آرش کمانگیر رو که به این شکل بیاد، چون من فکر میکنم شخصیت آرش کمانگیر فقط یک شخص افسانه‌ای نبوده، یک شخص تاریخی بوده. این اتفاق افتاده که میدونید چون تاریخ ما تاریخ شفاهیه، برخلاف تاریخ یونان تاریخ کتبی نیست. اینه که بیشتر سینه به سینه نقل قول شده تا جایی که فردوسی اونها رو به شعر میکشونه. شما با نوشته‌ای برخورد کردید که این رو فقط یک داستان بدونه و هیچ واقعیت تاریخی درش نبینه؟ نه، اینو که فقط افسانه باشه، افسانه بوده. نه. فقط شما برخورد نکردید با هیچ نه، این رو من برخورد نکردم و به خصوص وقتی محل جغرافیایی مشخص میشه این نشون میده که اونجا این اتفاق افتاده و مردمان بودن که این تاریخ شفاهی رو سینه به سینه برای بچه‌هاشون نسل آینده اینو نقل کردن، تفسیر کردن و این به هر حال ببینید یک قهرمان یک سرزمینی جونش رو از دست داده، پس خواه ناخواه سالهای بعد برای این قهرمان مراسمی داشتن و همینطور این ادامه پیدا کرده اومده جلو. اینه که من فکر میکنم که این خیلی دور از واقعیت تاریخی نبوده. اتفاقا این مسئله چند تا موضوع رو شما در این اسطوره بهش اشاره کردید که خیلی مهم هست و اون خرد جمعی که بیان تصمیم بگیرن یک راه عاقلانه، یک راه درست به جای کشت و کشتار جایگزین بکنن. بله. ولی به نظر میاد که دنیای مدرن و امروز دیگه تهی از اسطوره ها شده، یعنی نسل های بعدی ما اسطوره‌ای از زمانهای ما نخواهند داشت. همینطوره؟ من اون که خب میدونید یکی نظر شخصی میتونم داشته باشم اینه که مسائل رو بشه بدون جنگ به انجام رسوند، به نتیجه رسوند. این کاملا نظر شخصی من میتونه باشه، ولی در مجموع اگر شما نگاه بکنید همیشه پس برای یک جنگ باید دلیل باشه که اون جنگ اتفاق افتاده. یک موقعی شما یه جنگ دارید که بین دو تا نیرو هست که در اسطوره‌های ایران همیشه جنگ این دو تا نیرو با هم بوده، نیروی خیر و شر که حالا فارسیش نیک و نیروی بد. خب این جنگ رو شما نمیتونید بگید که این جنگ نباید باشه، چون که فکر میکنید که وقتی که یک حکومتی که پر از نیرنگ هست و پر از پس باید مردمش به مبارزه برخیزن. خب حالا این فرم مبارزه برمیگرده به همین مباحث طولانی که همه جا داره الان میشه که این مبارزه منفی، مبارزه غیر منفی، مسلحانه، این بحث کاملا جداست. ولی این جنگ، این مبارزه، این تلاش همیشه در طول تاریخ بوده، برای اینکه همیشه ما داشتیم در مقابل انسان‌های خیرخواه ما انسان بدخواه داشتیم. حالا انسان در ابعاد وسیع‌ترش میتونه بشه حکومت، میشه دولت، یک دولتی که میخواد منافع یک کشور دیگر رو برای خودش داشته باشه و مردم اون کشور محروم کنه، از استثمارش میکنه، استعمارش میکنه. میدونید اینه که به نظر من تا وقتی انسان هست اسطوره ها هم هستن، نه جنگ هم هست. یعنی این من خیلی نمیخوام ناامید باشم، چون خود اسطوره آرش پر از امیدواریه. میدونی که باید امیدوار باشه که این آرمانهاش تحقق پیدا میکنه. ولی زمانی ما میتونیم بگیم جنگ نیست، حالا نه فقط به شکل جنگ تن به تن یا کشتار، زمان این مبارزه نیست که شما ببینید که در تمام جهان صلح هست، عدالت هست و برابری هستش. میدونید یا حتی یه جور دیگه من نگاه کنم به صحبت‌های شما که میگید ادامه داره، اون مسئله خوبی و بدی که در هر انسانی وجود داره، این تقابل در درون همیشگی هست. یعنی انسان‌هایی که با درون خودش میخواد مسائلی رو حل بکنه، اون مسئله خوبی که رشد میکنه یا اون بدی که در هر شخص رشد میکنه، این خاصیت انسانه دیگه. پس اگر این با انسان هست، این تا آخر زمانی که انسان ها وجود دارن هم خواهد بود. بله، به هر حال شاید بر این ما امید داشته باشیم که بشه در درون اون انسان هم این نیروی خیر، رشد بیشتر داشته باشه و بتونه اونو کنترل کنه. اون قسمت دقیقاً بیشتر به همون طمع و میدونید این دار زیاده خواهی و اون کمال طلبی بوده که خب به هر حال از همون اول انسان قارنشین داشته این رو که برای خودش منافع رو، حالا تیکه گوشت شکار رو برای خودش بیشتر میخواسته، چون این برمیگرده به ترس‌های انسان.
من در ابعاد وسیع‌تر در سطح دولت‌ها و کشورها من فکر می‌کنم که این باور که انسان‌ها بتونن با هم برابر باشن و در یک محیط صلح بدون اینکه شما حق بیشتر به کسی بدید، این باور خیلی مهمه. و مرز سیاسی یکی از مشکلات من فکر کنم کره زمین هست و همیشه مرز سیاسی که مشکل ایجاد میکنه، چون شما زمین بیشتری میخواین، منافع بیشتری میخواین، منافع اقتصادی بیشتری میخواین، پس به دنبال اون جنگ هم حتما هستش که اونو. ولی خدا رو شکر اقلا مرزها الان مشخص شده، برای مرزها دیگه همدیگه رو نمیکشن اگر به خاطر منافع و مسائل بله منابع کشورها با هم دیگه روبرو میشن. خب من مشتاق هستم که خانم امیری عزیز در ماه تیر بیشتر از شما بشنویم در مورد تیرگان، ولی اگر صحبت دیگه‌ای هست که در رابطه با آرش کمانگیر و تیرگان شما امروز میخواین مطرح بکنین بفرمایین که این قسمت برنامه رو ببندیم. بله خواهش میکنم. من فقط میخواستم در آخر علت این که ما این موضوع رو آوردیم، موضوع اسطوره آرش کمانگیر رو به طور کل، به طور عام میتونم بگم که توجه به اسطوره ها و تاریخ قدیم خیلی مهم هست برای اینکه میتونه یک سرچشمه سرآمدی باشه برای نسل جدید که بتونه یک ایده‌ای بگیره و برای تحقق آرمانهاش از پا نشینه. و خب این مسئله مهمی که باید بهای سنگینی هم این داستان باید پرداخت بکنه. بدون بها هیچ امکانی میسر نیست برای بهروزی، برای داشتن رفاه و برابری در جامعه. اینه که این بها رو باید پرداخت بکنه نسل جوان و متاسفانه در یک گذار خونین در حال حاضر جامعه جوان ما قرار داره و امیدوارم که بتونن به هر حال به یک این آرمان ها تحقق پیدا بکنه. این مسئله آرش کمانگیر و کلا اسطوره ها این میتونه در حقیقت برای ما که هم اولم اشاره کردم ما رو به این فکر واداره که اون آرش وجود خودمون رو بتونیم بهش تبلور بدیم، بتونیم بیرونش بیاریم که بتونه اون حرکت رو انجام بده. تا اون به وجود نیاد و بیرون نیاد متاسفانه جامعه در یک حالت خنثی قرار میگیره و بی‌تفاوتی که این یک معضل بزرگی هست و اون جامعه نمیتونه به اون پیشرفتی که دلش بخواد برسه. در رابطه با صحبت شما یک بار دیگه هم هفته پیش من در این مورد یه صحبت کوتاهی تو تلویزیون کردم، ولی این صحبت‌های شما میطلبه که من این رو یه بار دیگه بگم. و یه گفتگویی خوندم از یک دکتر محقق با یکی از الان یادم نیست واقعا اسم اون دو نفر یادم نیست، نمیخوام اشتباه بکنم، ولی آقای دکتر گفته بودن که جامعه‌ای که به یک جایی میرسه که دیگه ظلم پذیر نیست، چون یک زمانی میشه به خاطر فشارهای خیلی زیاد مخصوصا با خشونت و کشتار و زندان و شکنجه و اینها وقتی همراه هست مردم قبول میکنن که اون ظلم رو بپذیرن متاسفانه و فکر میکنن این هست باید باشه، یعنی با خنثی میشن دقیقاً. و اون آقای دکتر باور داشت که این مسئله ظلم پذیری توی جامعه تغییر کرده یا داره میکنه. ما داریم میبینیم، ایشون توضیح میداد و نمونه هایی هم آورده بود. و رابطه با اسطوره‌ای که شما گفتین، با رابطه با صحبت‌های ایشون، من امیدوارم که این شرایط فراهم بشه در صورتی که هزینه خب بسیار بالاست. خانم امیری ما هم نمیتونیم خارج کشور بشینیم یعنی بگیم که مردم چگونه مقابله کنن یا مبارزه کنن یا یه بحث دیگه است دقیقاً. ولی این که به قول شما اون ناخودآگاه جمعی، اون خرد انسان به یک جایی برسه که دیگه نخواد ظلم رو بپذیره، وقتی این به طور گسترده شرایطش فراهم بشه فرق میکنه که یه گروه خاصی از مردم هزینه بدن و من امیدوارم که این اتفاق در جامعه ما بیفته. بله همه ما امیدوار هستیم. به هر صورت من نمیدونم امسال جشن تیرگان به چه صورت، چون پارسال از طریق فیسبوک جوانهای ایرانی تونستن به دور هم جمع بشن و جشن تیرگان رو داشته باشن. امسال من هنوز چیزی رو خبر ندارم و چیزی رو ندیدم در رسانه‌های جمعی و این شبکه‌های اجتماعی، ولی خب به هر حال جشن تیرگان نزدیکه.
حدود 1 ماه دیگه هستش. 100% در یزد، در مناطقی که زرتشتیان تجمع بیشتری دارد، این جشن در به همون شکل و اصول خودش اجرا میشه، همیشه میشه. و در مازندران من سعی میکنم توی این مدت بتونم اخبار روز رو جمع آوری بکنم و برای ماه تیر ما بتونیم ضمن اینکه وارد جزئیات این جشن میشیم، از جمله یکی از کارهای زیباشون این دستبندی که جوان‌ها میبافن به 7 رنگ رنگین کمان، چون رنگین کمان یک تداعی میکنه اون کمان آرش رو و اینو به دست‌ها میبندن و بعد اینو به باد میسپرن. خانم امیری، اگر تونستین از زرتشتیان منطقه ما یه دونه از این دستبندو اگر داشته باشن همراهتون بیارین برای برنامه، خیلی جالب میشه. من یکی از برنامه‌ای که داشتم اگه یادتون باشه چند سال پیش که شما هم دعوت بودید، جشن تیرگان رو ما یک تئاتری از آرش کمانگیر، ولی یادمه دقیقاً من اونجا دستبندها رو من لباسای سفیدم همه تنشون کرده، 7 رنگ رو من از این دستبندها 7 رنگ در حقیقت 7 تا بند رو ما تهیه کردیم که جوان‌ها اونجا بچه‌ها شکل بافتن و این خیلی جالب بود براشون که این کار میشه. حتما من میپرسم، ولی به هر حال دستبند خیلی خاصی نباید باشه، فقط این دستبند با 7 رنگ رنگین که فقط نمونهشو نشونه بدیم که به چه شکلی. خب خانم امیری، من بگم که بعد از برنامه با شما برنامه رو ادامه میدم. بله. منتها قبل از اینکه ادامه بدم میخوام از شما یه سوال بکنم، شما رو غافلگیر بکنم، چون خودم امروز صبح خیلی غافلگیر شدم، منم نمیدونستم. شما میدونین دور کردن یعنی چی؟ دور کردن. شما حالا بگین. آره میگم، چون من خودم هم نمیدونستم دور کردن و وقتی خوندم دور کردن دور کردن. بفهمید. آره، حالا من خیلی کوتاه یه توضیح کوتاه میدم که دوستان رو تشویق بکنم بعد از اینکه به این موسیقی جالبی که در مورد تیرگان هست توجه بکنم. بعد میخوام ادامه بدم. عرضم به حضور شما دختران ما، مخصوصا جوانان ما، به خاطر این فشارهایی که توی کشور انجام میشه، اینا یاد گرفتن 4-5 تایی توی ماشین میشینن، برای خودشون میرن دوستایی که دارن با هم دیگه دور شهر دور میزنن و کاری که دلشون میخواد تو ماشین، چون بیرون اینا رو بسیار محدود میکنن. یعنی تو ماشینم اذیت میکنن. بعد این یه اسمی داره، یعنی شما برین با ماشین بگردین و با دوستان تفریح کنین، اسمشون رو خودشون گذاشتن دور کردن. اسم اینو گذاشتن و آره خیلی جالبه. و اون کسی که مطلب رو نوشته، حالا من تو بخش بعدی بهش میپردازم، میگه که این خودش یک نوع مبارزه است، یعنی مردم جوانها بر علیه قوانین جامعه که اینها رو تحت فشار قرار داده، میخوان یه کاری بکنن که متفاوته با اون باشه و دخترامون میرن دور کردن. و به شما بگم اسمش هست این زبان چی میگن؟ یا زبان مخفی. و گاهی وقتی یه چیزایی میگن اینقدر من چقدر جالبه در جامعه شناسی زبان به این نوع زبانی که جوانها به خصوص چون هر نسل این زبانی برای خودشو داره، این زبان مخفی هستش. زبان مخفی. آره، بعد جالب اینجاست که میگن قبلنها میگفتن آقایون میرن چشم چرونی، ولی اینجا حالا خانم ها هم انتخاب میکنن. پس دور کردن چشمی هم میکنن. جز بشه. یعنی مثلا یک ماشین دیگه میبینم، مثلا یه پسر جوانی اینها هست، اینها انتخاب میکنن که با کی میخوان حرف بزنن، یا احیانا نمیدونم در حد ماشین سواری انتخاب نمیشن، خودشون انتخاب میکنن. خب خانم امیری، واقعا مثل همیشه از لطف شما ممنونم، تشکر میکنم. مشتاق هستم که شما رو کمتر از 5-6 هفته دیگه بله 100% قبل از جشن تیرگان شما رو ببینیم، به روز بکنم. و من هم تشکر میکنم از شما و از همچنین بینندگان عزیز که این برنامه رو با ما بودن. خیلی ممنون هموطنان عزیزم. این بخش برنامه رو همراه با مهمان عزیز و گرامیم خانم الهه امیری به پایان میبرم. خواهش میکنم که به یک ترانه که هست ولی مخصوص تیرگان هست توجه بفرمایید. برمیگردم، اول از دور کردن شروع میکنیم تا بعد به خبرهای سیاسی و بعضی موقع هم خبرهای تلخ برسیم. ازتون خواهش میکنم توجه بفرمایید. برمیگردم، برنامه رو همراه با شما پی میگیرم.
صبح و پیروزگر باد مینوی مهر ایران. بزرگترین روز سال جشن تیرگان، در دل مردانان مهر ایران. روح دماوندی خورش یک تیر، تکاور دلیری به سان یک شیر. درخش نام آرش طلوع مهر یارش، ایزد بهرام خان سروی بد برایم. با همه جان و روان تیر از کمان رها کرد، با یاد نام ایران. پاکنی پهلوان با همه جان و روان تیر از کمان رها کرد، با یاد نام ایران. ایران و توران شده اسیر چنگال جنگ، آرش و تیر و کمان نهانی از بند ننگ. چشما همه در شگفت از کار این پهلوان، حماسه ای آفرید در دل پیر و جوان. گذر داد از چله آن کمان، نیزروترین شهاب در پهنه آسمان. کسی ندید از آرش نشانی جز نام او، روی زمین کمانی توی بر درخت گردو. دو همسایه شد جیهون زلال و پرآب، رسم وفا تازه شد. نشتر پاکباری در جشن آویزان، ایران ما زنده باد. آرش و جشن تیرگان. با سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می‌فرمایید. در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم که میخوام در مورد ماشین سواری دختران جوان با شما صحبت بکنم. مطلب بسیار جالبی از سایت رادیو زمانه برداشتم که خانم نازنین سیاوشی اون رو نوشتن. خیلی جالبه و اون این که به خاطر فشارهای خیلی زیادی که توی
در داخل کشور ما هست و روی جوان ها هست، مخصوصا دختر خانم ها، لحاظ پوشش و مشکلات دیگه‌ای که به هر صورت اذیتشون میکنن، که حتی من هفته پیش بود من تو خبرها آوردم که حتی این مسئله حجاب رو و اذیت کردن این دختران جوان به پارک ها هم کشیده شده، غیر از مغازه ها و خیابون ها و اینها به پارک ها هم کشیده شده. حالا این دختران جوان کاری که میکنن یه رسمیه که دخترها 3-4 تایی با هم توی ماشین میشینن، میرن گردش و تفریح. ماشین وسیله‌ای شده که توش هم گرم و نرم و راحت و با دوستانشون هم که دوست دارن هستن و اسم این تفریح رو، یعنی این اسم تفریح ماشین سواری رو گذاشتن، اصطلاحش هست دور کردن. حالا من به یه بخشی از صحبت‌های رکسانا خانم، دختر خانم جوونی که اینجا نویسنده این مطلب نازنین سیاوشی ازش یاد میکنه میپردازم. رکسانای 25 ساله در این باره میگوید من راستش اصلا دیگر نمیتوانم بدون ماشین از خانه خارج شوم. از یک طرف همش باید نگران کوتاهی و بلندی لباسم باشم و از طرف دیگر هم که توی تاکسی و اتوبوس مدام باید نگران مزاحمت‌های نظیر دستمالی احتمالی و این حرفا باشم. این یه موضوع دیگریه که غیر از مسئله محدودیت‌هایی که برای پوشش تو کشور انجام میشه، این ناراحتی هست که دختر خانوما دارن در رابطه با حالا اسمش دستمالی هست، نمیدونم اسم دیگری چطور براش انتخاب بکنم، یا اینکه بهشون متلک میگن، یا اینکه ماشین ها بارها دیدیم در ویدیوهای کوتاه که دختر خانم میگه کنار خیابون راه میره چقدر ماشین براش نگه میداره و مزاحمش میشه. یعنی این مزاحمت ها دو جانبه است، هم از طرف خود جامعه و از هم طرف خود نظام هست. در هر صورت از رکسانا درباره گشت و گذار با ماشین در سطح شهر میپرسم و بعد از خنده‌ای که میکند اینطور جواب میدهد: به این مدل گشت و گذار میگویند دور کردن. من هم دور را دوست دارم و راستش گاهی سراغش میروم. یک حس خوبی است، فرصت آشنایی با مردان متفاوت و تجربه این تفاوت برای آدم فراهم می شود، ضمن اینکه در جایی و شهری که با آدم فرصت نفس کشیدن هم نمی دهند. اینجور در رفتن از زیر زور حس خوبی به آدم می دهد. بعد رکسانا ادامه میده: مثلا یادم هست یک بار با دکمه های باز و مانتوی کوتاه رفتم توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که جلوی درش نوشته شده بود که مثلا اگر حجابتان خوب نیست قبل از اینکه ما شما را بیرون کنیم خودتان اصلا نباید داخل شوید. بعد من از اینکه از زیر این تابلو رد شده بودم احساس پیروزی می‌کردم. به نظرم میرسد همانطور که در فلسفه هانری لفور توضیح داده شد، حضور زنان در فضای شهری با ظاهری که خارج از چارچوب ایدئولوژیک اجتماعی است به نوعی ایجاد گفتمان فضایی می انجامد. یعنی فضای دیگری به این شکل در شهر تعریف می شود و فضاهای شهری از آن شهروندان خود می شود که در این گزارش در واقع همان زنان هستند. و در یه بخشی از این نوشته، در اول برنامه نوشته این نویسنده در مورد هانری لوفور توضیحاتی میده که فلسفه ایشون چی هست. من دیگه به اون نمی پردازم چون به درازا کشیده میشه و البته ممکنه برای بعضی ها سوال بشه که با این وضع اقتصادی بند، با این فقر بی حساب، خانواده هایی که توان حتی خوردن نان ندارن، چه برسه به اینکه ماشین داشته باشن و ماشین سواری کنن و دور بکنن، این در حقیقت مربوط میشه به طبقه ای که از رفاه بیشتری برخوردارن، دختراشون ماشین دارن، میتونن ماشین جداگانه داشته باشن. مسلما این مربوط به همه دختران ایران نمیشه. این رو توی مطلب ننوشتم، فقط من خواستم توجه شما رو جلب بکنم. و در ادامه می نویسن: به نظر می رسد مسئله تنها این نباشد که سوار بر ماشین در سطح شهر بگردی و فضاهایی را درست کنی که متعلق به خودت باشد. در حقیقت فضای مخصوص به خودشون رو درست می کنن، بلکه این فضاها به دلیل امنیتی که برای زنان ایجاد می کنن این فرصت را برای آنها فراهم می آورد تا از زیر نگاه خیره مردان بیرون بیایند و به زعم خود انتخابگر باشند، به این معنی که خود در اولین حلقه از ارتباط
تصمیم بگیرن با چه کسی ارتباط برقرار کنن و البته از سوی دیگر از این فرصت نیز این فرصت را برای آنها فراهم می‌کند که در این ارتباط نقش فعال داشته باشند، خودشون انتخاب بکنن نه اینکه انتخاب بشن و به عنوان مثال شوخی پسران همسن و سال خود را با شوخی پاسخ دهند، چرا که به گمان خودشان در چارچوب اتومبیل کمتر در معرض خطر قرار میگیرند. بعد اینجا باز ادامه داده شده که آیا ماشین بازی را میتوان یک پدیده فرهنگی جدید دانست؟ در این زمینه آمدن با خانم الهام محمدی انسانشناس صحبت کردن در همین نوشته و کارشناس مطالعات فرهنگی هم ایشون هستن. میگن که اگر بخواهیم به پدیده ماشین بازی که این روزها به تفریح در خیابان‌های شهر در ساعات و روزهای مختلف تبدیل شده نگاه بیاندازیم، نباید از چند نکته که میتواند در این پدیده فرهنگی وجود داشته باشد غافل بمانیم. شهر و فضای شهری مفهومی چند وجهی است که میبایست از زوایای مختلف چون فرهنگ، زمان، خشونت و گشایش امکانات خشونت، نشانه شناسی، فراغت و غیره به اون نگاه کرد. بعد ایشون میگن که خانم محمدی توضیح میدن، میگن هر فضایی در شهر کارکردهای چندگانه دارد که در کالبد خود شهر تبلور می‌یابد. یکی از این عرصه ها و فضاها عرصه فراغت است، عرصه‌ای که فضای مناسبی را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد تا با آزادی و اختیاری که در آن برایشان مهیا شده به گونه‌ای به مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده بپردازد. زندگی روزمره عرصه خلاقیت‌های فزاینده جهت رهایی از الهام‌های نظام نشان شناختی، کارکردی، مسلط و گشایش امکانات فراختر کنش است. یعنی اون چیزی که جامعه بهش تحمیل کرده و باید اونطور باشه تو این فضاهای کوچک کوچک اون کاری رو بکنه که خودش علاقه‌منده و دلش میخواد انجام بده. و یه جای دیگه خانم الهه محمدی همچنین معتقد است زنان در این زمینه تا حدی هم موفق بودند. آنها در داخل اتومبیل خود با چهارچوب فرهنگی و نظم نشانه شناختی موجود مسلط مبارزه میکنند. در همین فضای ماشین سواری مبارزه میکنند و با تغییر در برخی از نشانه ها مثل حجابی که بهشون تحمیل شده مقاومت خیش را در برابر تحمیل‌های اجتماعی سیاسی نشان می‌دهند. و در هر صورت در مورد این مطلب مسائل دیگری هم هست که نوشته شده دیگه، چون مطلب کمی طولانیه من به اون نمیپردازم، ولی میتونید در سایت رادیو زمانه مطلب رو به طور کامل بخونید. دیگه مطلب دیگه ای که حالا قبل از اینکه به مسائل سیاسی بپردازم در مورد خانم لیلا حاتمی هم خدمتون عرض بکنم که ایشون برای بخش پایانی فستیوال کن هم روی صحنه این جشنواره قرار گرفتن. لیلا حاتمی بازیگر سینمای ایران شب گذشته 27 ماه می در مراسم اختتامیه جشنواره کن برای اهدای جایزه بزرگ این جشنواره به روی صحنه رفت. خانم حاتمی این جایزه را به ماتیو گارونه کارگردان ایتالیایی اهدا کرد. ماتیو گارونه امسال در 65مین جشنواره فیلم کن به خاطر فیلم رئالیتی جایزه بزرگ کن رو از آن خودش کرد. و بله ایشون میدونید که یک کارگردان دیگر ایرانی هم فیلمش به نام یک خانواده محترم که اسم کارگردان مسعود بخشی هست در یکی از بخش‌های جنبی کن حضور داشت و همچنین فیلم آقای کیارستمی هم مثل یک عشق که اگر اشتباه نکنم 2 کشور
مختلف سرمایه گذاری کرده بودن برای این فیلم. اگر ژاپن و فرانسه، فیلم ایشون هم شرکت داشت. بله، فرانسه و ژاپن سرمایه گذاری کرده بودن. این دوتا فیلم هم شرکت داشتن. فیلم آقای بخشی نخستین ساخته بلند اوست. بعضی از منتقدان منتظر بودن که این فیلم جایزه دوربین طلایی کن رو بگیره، اما نه فیلم ایشون نه فیلم آقای کیارستمی نتونست که جایزه‌ای دریافت بکنه. خب حالا اجازه بدید که در این بخش اول بپردازم به انتقاد خانم شیرین عبادی از دولت ایران به خاطر حمایتش از بشار اسد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام حمایت از آزادی خواهان سوری گفت که مردم آزادیخواه ایران از مبارزات آزادیخواهانه مردم سوریه حمایت میکنن و حمایت‌های دولت ایران از رژیم بشار اسد ارتباطی با آنان یعنی مردم نداره. میدونید که دولت ایران تمام و کمال از بشار اسد حمایت میکنه و حتی همین چند روز پیش خبری هم داشتیم که آقای احمدی نژاد آقای بشار اسد رو به تهران به خاطر یک نشستی دعوت کردن. ولی خب در مورد مخالفین بشار اسد هم صحبت و بحث خیلی زیاد هست. تا همین چندی پیش بود که خدمتتون عرض کردم که کردها هم که از مخالفین بشار اسد بودن، کردهای سوریه خودشون رو از این جمع مخالفین کنار کشیدن به دلایلی که هست و در حقیقت مخالفین بشار اسد هیچ وقت یک دست نشدن. حالا مطمئن هستم که در مورد این نوشته خانم عبادی هم کسان دیگری نظر خواهند داد. یه مطلب خیلی که واقعا قلب من رو به درد آورد امروز خوندم و با اینکه جمهوری اسلامی بودجه های بسیار زیادی میگذاره برای کارهای فرهنگی که خودش میخواد، برای کلاس هایی که خودش میخواد بگذاره، برای تعلیماتی که به جوانها خودش میخواد بکنه، اینجا توی خبر میخونیم که به دلیل عدم حمایت وزارت ارشاد دانشنامه ادب فارسی نیمه کاره میماند. به دلیل عدم پشتیبانی مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین دانشنامه ادب فارسی احتمال می رود انتشار این دانشنامه متوقف شود. حسن انوشی سرپرست دانشنامه ادب فارسی دیروز یکشنبه 7 خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت به خاطر انصراف یک جانبه وزارت ارشاد از پشتیبانی مالی تدوین دانشنامه فارسی احتمال می رود پس از انتشار 9 جلد برنامه انتشار 5 جلد دیگر از این دانشنامه به دلیل مشکلات مالی نیمه کاره و به طور کامل متوقف شود. و ایشون توضیح میده که به هر صورت کسانی که کار میکنن برای این نشریه حقوقشون رو میخوان و اگر که پولی نباشه برای اونها پرداخت بشه این کار متوقف میشه، در کنار بودجه های بسیار زیادی که برای کارهای دیگه فرهنگی پرداخت میشه. و در گیرودار خبرهایی که در مورد خانه سینما داشتیم که حکم انحلالش از طرف دیوان عالی اداری نقض شده بود و 2 مرتبه دیدید که وزارت ارشاد دخالت کرد و گفتش که نخیر، هنوز این حکم بر جای خودش باقی هست. خانه سینما هم گفت به زودی شروع به کار میکنه. متاسفانه امروز خبری که گرفتم این هست که رأی تعطیلی دائم خانه سینما صادر شد. هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به تعطیلی دائم خانه سینما رأی داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بامداد دوشنبه 8 خرداد ماه 1391 گزارش داد. این هیئت اعلام کرده است در صورت ادامه فعالیت خانه سینما با این تشکل برخورد خواهد شد. بر پایه این گزارش نشست هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی با توجه به دادنامه شعبه اول دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به وضعیت خانه سینما را منوط به بررسی و اعلام نظر قطعی این هیئت دانسته بود تشکیل شده است. و متاسفانه
این یک ذره امیدی هم که در هنرمندان ما به وجود اومده بود در خارج کشور، در داخل ایران، متاسفانه از بین رفت. خب قبل از اینکه به بقیه خبرها برسم اجازه بدید که یکی دو تا مطلب جالبم براتون آوردم، ولی اجازه بدید آخرین خبر رو بخونم که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که این کشور نیازی برای دست کشیدن از غنیسازی 20% اورانیوم نمی‌بیند و اون همون خط قرمزی هست که آژانس داره، همون خط قرمزی هست که کشورهای 5+1 توی عراق آخرین نشستشون بود و قراره نشست بعدی در مسکو باشه. اینا خط قرمزهایی هست که اونها دارن و ایران داره روی این قضیه پافشاری میکنه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فریدون عباسی بعد از ظهر شنبه در دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران گفت نتایج نشست بغداد قابل پیش بینی بود. اگر با رجز خواندن پیش آیند، گروه 5+1 رو میگن، هیئت مذاکره کننده ایرانی کوتاه نمی آید. دلیل ندارد ما از غنیسازی 20% کوتاه بیاییم، زیرا ما سوخت 20% را به اندازه مصرف خودمان تولید میکنیم و نه بیشتر و نه کمتر. اما به گزارش خبرگزاری مهر ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در نشست دیپلماسی رسانه‌ای در بیداری اسلامی در دانشگاه صدا و سینما چنین گفت: ما اکنون به دانش غنیسازی 20% به صورت کامل بومی دست پیدا کردیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچ کشوری حق ما را پایمال کند. در صورتی که این حق پذیرفته شود، در مورد اینکه اورانیوم را از کجا تهیه کنیم بحث خواهیم کرد. اجازه بدید قبل از اینکه این ترانه رو براتون بگذارم، شاید چون این دوتا خبر به هم مربوط هستن و بگم که یکی از اختلافاتی که بین مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی هست همینه، چون آمریکایی‌ها قبول کردن که ایران میتونه در حد پایین غنیسازی اورانیوم رو ادامه بده و اسرائیل عقیده داره که به طور کل باید که غنیسازی از بین بره، متوقف بشه. ولی اروپا و آمریکا باور دارن که اگر این غنیسازی در راه استفاده صلح‌آمیز باشه با محدودیت‌هایی میتونه این کارو بکنه. این اختلافی است که بین اسرائیل و آمریکا هست، ولی اینجا آمده که با اینکه مقامات آمریکایی قبلا گفته بودن که ما هیچ اختلافی نداریم، ولی یکی از مقامات ارشد اسرائیل از بروز اختلاف میان کشور خود و ایالات متحده درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. این مقام اسرائیلی همین امروز 28 ماه می در گفتگو با نشریه هارتز اظهار داشت در این مسئله که ایران خطری برای صلح جهانی به شمار می رود هیچ بحث و اختلافی نیست، بلکه همگی اتفاق نظر دارند که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را داد. به گفته وی اختلاف از آنجا بروز می کند که خواسته های قدرت های جهانی از ایران در گفتگوهای بغداد رضایت بخش نبود و این قدرت ها کف خواسته های اسرائیل را هم در نظر نگرفتند، در صورتی که قبلا پس از مذاکرات 2 روزه بغداد در روزهای 23 و 24 ماه می، گروه دیپلمات‌های آمریکایی که در این مذاکرات حضور داشتند به اسرائیل رفتند. یکی از مقامات ارشد ایالات متحده در تل‌آویو پایتخت اسرائیل کوتاه و مختصر به خبرنگاران گفت هیچ اختلافی میان ایالات متحده و اسرائیل درباره مسائل مربوط به گفتگوهای با ایران و 6 قدرت جهانی بر سر آینده برنامه هسته ایران وجود ندارد. و این مقام اسرائیلی در حقیقت صحبتاش کاملا متفاوت با اون صحبت مقام آمریکایی بود. خب اجازه بدید که در این بخش از شما دعوت کنم به ترانه خورشید خانم توجه بفرمایید. برمیگردم برنامه رو با شما پی میگیرم. خورشید خانم، خورشید خانم، خورشید خانم، خورشید خانم، خورشید خانم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا. خورشید خانم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا.
ببینن تو آسمون میتابه خورشید خانوم. با سلام و درود، شهره آسمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می‌فرمایید. اول برنامه می‌خواستم یک توضیحی در مورد این پیام تلفنی برای شما بگذارم. منتها من دفعه رفتم تو خبرها دیگه نگفتم. الان بگم بعضی از دوستان می‌بینم که لطف می‌کنن پیغام می‌گذارن ولی چون صدایی از من نمیشنون، هیچ پیامی از تلویزیون ایران ما نمیگیرن، تلفن رو قطع میکنن یا میگن به انگلیسی ببخشید ما عوضی گرفتیم. این ماجیک جک اسم شخصی نیست، این ماجیک جک کمپانی هست که این تلفن رو ارزانتر در اختیار من و یا خیلی کسان دیگه میگذاره. بنابراین اون قسمتی که من باید پیام روی این بگذارم با مشکل روبرو شدم، نمیتونم، پیام از بین رفته. تا بخوام مشکل حل بکنم الان پیامی نیست، میگه ماجیک جک. ماجیک جک اسم یک شخصی نیست، این دستگاه پیامگی، این به اصطلاح تلفنی هست، این کمپانی هست که این تلفن ها رو، این خط ها رو به قیمت رایگان در اختیار، میگم رایگان، به قیمت خیلی مناسب، ارزان در اختیار دیگران قرار میذاره. بنابراین وقتی شما زنگ میزنین، محبت میکنین و پیامی از طرف من یا تلویزیون ایران ما نمیشنوین، پیغامتون رو بگذارید. من پیغام ها رو میگیرم تا من امیدوارم که بتونم این مشکل رو برطرف بکنم. خب، صحبت در مورد ریاست مجلس نهم قبلا زیاد شده بود که آیا آقای حداد عادل میشن یا آقای لاریجانی. میگفتن که شکلگیری مجلس نشان میده که بیشتر شانس آقای لاریجانی دارن و این به نظر درست آمده. بعضی ها به درستی فکر میکنن با قوانینی که در جمهوری اسلامی هست، با این قانون اساسی که به اصطلاح خیلی میتونه مشکل ساز باشه، چطور میشه کسی اعتراضی بکنه یا حرفی بزنه یا اون رو نگیرن و به اصطلاح به آزادی بگذاره این حرفا رو بزنه و به حرف خود و سر جای خودش هم باقی بمونه. بنابراین از اون فیلتری که تمام اینها رد میشن و به مجلس میرن، کسانی هستن که 100% مورد تایید نظام هستن. حتی دیدید که اصلاح طلب ها رو چطور که باور به قانون اساسی هم عده‌ایشون داشتن، اینها رو فیلتر کردن و نذاشتن حتی در دوران قبلی، این دوره که عده زیادشون اصلا انتخابات رو گفتن در شرکت نمی کنیم. منظورم این هست که این افراد درسته که به نظام باور دارن مثل آقای لاریجانی و آقای حداد عادل، ولی وقتی از لحاظ شخصیتی اینها رو بررسی میکنن، خب میگن آقای حداد عادل آدم خیلی سربزیرتر، حرف گوش کنتر، سربزیر از نظر اجرای اوامر آقایون، ولی آقای لاریجانی یه جاهایی میسته، مقاومت میکنه یا نظر مخالف خودش رو بیان میکنه، یه همچین شخصیتی داره. به هر صورت صحبت از این بود که کدوم یکی از اینها ممکنه رئیس مجلس بشن، با اینکه باور داشتیم که، یعنی با اینکه نداره، آقای لاریجانی شانس بیشتری داشت و ایشون
موفق شده که رئیس مجلس باشه. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس نهم ایران شد. اگر اشتباه نکنم آقای حداد عادل بله 100 تا رأی آوردن و آقای لاریجانی 173 رأی آوردن و 2 نفر از نمایندگان حاضر در نشست هم در این انتخابات که شرکت کردن رأی 2 نفرشون رأی سفید دادن. علی لاریجانی نماینده قم و رئیس پیشین مجلس ایران امروز دوشنبه 8 خرداد به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در نشست امروز مجلس ایران علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل برای عهدهداری ریاست موقت مجلس نهم نامزد شده بودند که آقای لاریجانی توانست از مجموع 275 رأی نمایندگان حاضر در این نشست 173 رأی رو به خودش اختصاص بده. تعداد آرای آقای حداد عادل 100 رأی اعلام شد. 2 نفر از نمایندگان حاضر در نشست امروز در این انتخابات رأی سفید دادند. علی لاریجانی در روزهای نخست آغاز فعالیت مجلس هشتم ایران هم به عنوان رئیس موقت انتخاب شده بود. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس کنونی و رقیب آقای لاریجانی برای عهدهداری ریاست موقت مجلس رئیس مجلس هفتم ایران بود ایشون. او در 6مین دوره انتخابات مجلس ایران هم با باطل اعلام شدن رأی یک کاندید به مجلس راه یافت و ریاست فراکسیون اقلیت رو به عهده داشت. این هم از موفقیت آقای لاریجانی و اینکه دلیل قطع ارتباط برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی ایران در نیمه شب گذشته اعلام شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در نیمه شب گذشته برای نزدیک به 2 ساعت قطع شدند. کامران کاظمی مدیر نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران دلیل این موضوع را خرابی تجهیزات دانست و ایشون توضیح داد. در این مورد گفت که در حال حاضر هیچ مشکلی برای مشترکانی که اینترنت خود را از مخابرات میگیرند وجود ندارد. برخی از سایت‌های اصولگرا خبر داده بودند که حدود 50 سایت و خبرگزاری یک شنبه شب قطع ارتباط شده. و 2 تا مطلب اینجا هست میخوام راجع به اونها با شما صحبت بکنم. خیلی جالبه منتها خیلی کوتاه خدمتتون میگم. آقای حسین باستانی در سایت BBC یه مطلبی نوشتن تحت عنوان آقای احمدی نژاد در تلاش به نزدیکی به رفسنجانی. میدونید که آقای احمدی نژاد یک خصومت خیلی طولانی با آقای رفسنجانی و خانواده‌اش داشته و در دستگیری چند تا از اعضای خانواده ایشون هم در این دولت انجام شده. به خاطر خواست آقای احمدی نژاد در گذشته انجام شده بود. ولی الان صحبت اینجاست که اینها برای افتتاح مجلس دوتایی شانه به شانه خندان، حالا اگه تصویرشون هم ببینید، با همدیگه وارد مجلس شدن و آقای باستانی توضیح میدن که این فقط در کشور ما اتفاق نمیفته. سیاستمدارانی که در کشورهای دیگر با همدیگه اختلاف دارن، مشکل دارن، مسائل داشتن، وقتی با همدیگه وارد یک جایی میشن اون هم با این حالت، این یک معنایی داره. بعد ایشون میپردازن به تجزیه تحلیل کردن مسائل مختلف که اختلافای آقای احمدی نژاد رو با آقای رفسنجانی نشون بدن که از کجاها آغاز شده، سری چه مواضعی با همدیگه مشکل داشتن، چه اختلافاتی داشتن و میگن نشانه هایی داده شده از چندی پیش که آقای احمدی نژاد به نظر میاد که تغییر نظر و عقیده داده و داره کم کم به آقای رفسنجانی نزدیک میشه و این از حتی دانشگاه آزاد هم بعد از اون تغییراتی که انجام شد و به خواسته آقای احمدی نژاد انجام شد گفته بودش که با ایشون با آقای رفسنجانی بسیار با احترام رفتار بکنین، در صورتی که قبلا خودشون هیچ وقت
این با احترام و رفتار نکرده بودن. و صحبت اینجاست که آقای باستانی میفرمایند که شاید این تغییر رویه برای این باشه که آقای احمدی نژاد میخواد یک ائتلافی رو با آقای رفسنجانی داشته باشه در مقابل مخالفینشون که بتونن یک قدرت قوی‌تر و محکمتری باشن. ولی باز تو همین نوشته میگن که معلوم نیست بعد از اعمالی که آقای احمدی نژاد انجام داده آقای رفسنجانی بخواد که این نزدیکی بینشون انجام بشه. بله، مطلب مفصلی هست اگر خواستین بخونی. این خلاصه شیره این نوشته بود که من خدمتون عرض کردم، ولی میتونید این نوشته را از سایت BBC بردارید. آقای حسین باستانی این مطلب رو نوشتن. و دیگه اینکه از سایت رادیو فردان براتون نوشته ای رو آوردم که آقای تاجرزاده از زندان نوشتن تحت عنوان زمام کشور به دست چکمه پوشان است. در حقیقت ایشون حرف آقای مطهری رو تایید میکنن، نماینده مجلسی که گفته بودش که سپاه در انتخابات شرکت داشته، دخالت کرده و یک نماینده دیگه هم آمد این رو تایید کرد و آقای تاجرزاده باور داره که این سپاه با این نماینده کاری نخواهد کرد، برای که قبلا گفته بودن، تهدید کرده بودن که ما شکایت میکنیم، ایشون میگن هیچ کاری نخواهند کرد، برای اینکه این مسئله برجسته تر و بزرگتر میشه و به نفع خودشون نیست. ولی آقای تاجزاده هم همین نظر رو دارن که دخالت سپاه داره روز به روز در همه زمینه‌های مختلف کشور گسترده تر میشه. مصطفی تاجزاده که در زندان اوین به سر میبرد با اشاره به اظهارات علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات میگوید که سپاه از این نماینده مجلس شکایت نمی کند و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیاری دیگر از مخالفانش که با واکنش سپاه و ستاده کل نیروهای مسلح و بسیاری دیگر از مخالفانش روبرو شده بود، میگن بهش انتقاد کردن ولی ازش شکایت نخواهند کرد. البته خود آقای تاجزاده و چند تا از یارانشون میدونید که از خودشون شکایتی دارن از سارالله، قرارگاه سارالله که هیچ وقت به اون رسیدگی نشده. تاجزاده که یکی از شاکیان قرارگاه سارالله هست، در یادداشتی که در سایت کلمه روز یکشنبه انتشار یافته می نویسد از زمانی که شنیدیم در جلسات خصوصی از روحانیون و سیاستمداران در اداره کشور اظهار ناامیدی می شود، روشن شد که به زودی چکمه پوشان در همه عرصه ها به ویژه در سیاست ورزی فعال خواهند شد و احزاب منتقد و منفعل منحل می شوند تا حزب پادگانی جایگزین آن گردد. بسیج به حزب سراسری تبدیل و بسیج دانشجویی عملاً تنها تشکل دانشجویی خواهد شد و انجمنهای دانشجویی منتقد یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. تاجزاده در پایان می نویسد مادام که انتخابات گروگان فرماندهان سپاه است، اهمیت دراز مدت و پیشرفته همه جانبه کشور و رشد اخلاق و معنویت سرابی بیش نخواهد بود. راه نجات کشور آزاد شدن انتخابات و برچیده شدن نظارت استصوابی نظامی است، چرا که شعار انقلاب میزان رأی ملت است بوده، نه اینکه میزان رأی یک نفر باشد. میگن میزان رأی ملت است بوده، نه اینکه میزان رأی یک نفر. به هر حال ایشون هم یک نامه مفصلی نوشتن که من یک بخشی از اون رو براتون خوندم و اگر خواستید میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه بکنید و متن کامل این مطلب رو بخونید. و دیگر اینکه متهم پرونده بیمه ایران اعترافات خود علیه مقام عالی رتبه دولتی رو پس گرفت. ایشون که از یک اسم مخفف از اسم مخفف جیم الف از ایشون یاد میبرن که گویا اسم کاملشون رو آقای الیاس نادران که از نمایندگان گفته بوده جابر عبدالی باید اسمشون باشه، از ایشون با این اسم کامل یاد کرده بوده. به هر صورت ایشون
میگن که من رو تحت فشار خیلی زیاد گذاشته بودن که از این مقام دولتی حرف بزنم و افشاگری بکنم، ولی این حقیقت نداشته و من تحت فشار این کارو کردم. در جدیدترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، متهم ردیف 5 پرونده گفت که هرچه پیشتر علیه یکی از مسئولان عالی رتبه دولتی گفته تحت فشار بوده و کذب محض است. خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه که امروز باشه نوشت که این متهم اظهار داشته 3 سال در زندان انفرادی بوده و از روز اولی که دستگیر شده به او گفتند که در مورد این مسئول عالی رتبه اعتراف کند تا آزاد شود. و اینجا در بخش دیگری از این نوشته آمده ایرنا خبرگزاری های دیگر ایران توضیح بیشتری در مورد نام مسئول دولتی مورد اشاره این متهم و اعترافات اخذ شده علیه او ندادند، اما پیشتر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه‌های ایران از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران به عنوان یکی از افراد درگیر در پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران نام برده بودند. حالا معلوم نیست که کدوم حرف این آقا رو باید باور کرد. ایشون میگه که تحت فشار من رو مجبور کردن که به دروغ در مورد این شخص صحبت بکنم. و دیگر میدونید که وضع دمشق وضع سوریه در شهرهای مختلفش بسیار بسیار وخیم هستش. تعداد خیلی زیادی کشته شدن که تعداد بیشتر این کسانی که کشته شدن کودک هستن. آقای کوفی عنان وارد دمشق شده و گفته اصلا از اون چیزی که دیدم خودم بسیار زیاد متأثر شدم. به هر صورت ایشون اونجا رفتن که بتونن راجع به طرحی که داده بودن صحبت بکنن، این خشونت رو به پایان برسونن که کسانی که چه مقامات نظامی دولتی که این کشتار رو میکنن، چه کسانی که اسلحه به دست دارن، ایشون خواستن که خشونت رو کنار بگذارن، ولی شرایط بسیار بسیار وخیمه و این تعداد، اجازه بدید که بگم، سازمان ملل متحد اعلام کرده که 49 کودک و 34 زن از جمله کشتگان روز جمعه بودن، فقط روز جمعه. و دیگر واشنگتن پست هم یک مطلبی نوشته تحت عنوان تلاش‌های ایران برای اقدامات تروریستی گسترده. البته توی این مطلب آمده که معلوم نیست که این نقشه هایی که در کار بوده و یکی دو تاش رو شده، اینها رو دارن خود به اصطلاح افرادی که ایرانی هستن انجام میدن یا از طریق حزب الله لبنان داره این کارا انجام میشه. به هر صورت واشنگتن پست هم پرداخته به اینکه این طرحهایی در کار هست. خب اجازه بدید که همینجا من از شما دعوت بکنم قبل از اینکه برنامه رو امروز ببندم، میخوام که این دردنامه پدر حسین رونقی و حسین رونقی ملکی رو، دردنامه که نامه نیست، در کلام، در گفتگویشون این زجر و ناراحتی فرزندشون رو میگن. حسین رونقی وبلاگ نویس هست، بعضیا میگن بسیار، اونه که نزدیکشون رو میشناسن، بسیار جوون باهوشی هست. یک کلیه‌اش رو که به طور کل از دست داده، دومی هم در حال از کار افتادنه و به ایشون اجازه داده نمیشه که تحت عمل جراحی قرار بگیره و این بسیار این عمل ضروری هست وگرنه ایشون کلیه دیگرشون هم از دست خواهد داد. من قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببرم از شما خداحافظی میکنم، ولی میخوام با صحبت‌های پدر آقای حسین رونقی ملکی برنامه رو به پایان ببرم. فردا ساعت 12:30 در خدمتتون خواهم بود. مدارک پزشکی با توسط که قبلا حسین 88 که دستگیر شده بود تو انفرادی بود و تو انفراد زیر شکنجه قرار داده بودم و ما برای ملاقاتشون رفتیم. ایشون گفت کلیه هم شدیداً درد میکنه. ما به مقامات قضایی مسئولین زندان اعلام کردیم، ایشون مریض کلیه هاش درد میکنه. متاسفانه به درمان حسین توجه نکردم. من بعد از پیگیری های لازم مدارکی به دست آوردم. ست اسکن هسته‌ای در بیمارستان هاشمی نجات خودشون انجام داده بودن، دیدم کلیه
کلیه حسین یکی از کار افتاده بود، عفونت داره. متاسفانه هیچ گونه اقدامی انجام نداده بودن. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیه‌هاشو از بین بردن. آقای رونقی، فرزندتون اعلام کرده که از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده. علت این اعتصاب غذا چیه؟ ایشون به خاطر این اعتصاب کرده که میگه که اینا میخوان من بکشم. اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن. حسین خواستار است بهشون مرخصی اهدا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. من از فرمانده کل قوا منظم رهبری خواستارم جلوی اینا رو بگیرن، اجازه ندن که چنین کارا رو بکنن. خواستارم به این موضوع رسیدگی کنه، چون انسان برای اینا ارزش نداره. آقای رونقی، شما برای درمان فرزندتون چه اقدامات قضایی انجام دادین و چه جوابی بهتون دادن؟ ما مدارک را بردیم خدمت آقای دادستان نامه نوشتم به زندان اوین که حسین را تحت عمل جراحی قرار بدن. جواب فرستادن های پیرعباسی هم برای فرزند من اجازه درمان ندادن. پزشکان به جناب آقای دادستان نامه نوشتن که ایشون اگر به زندان بره پیوندش مقاومت نخواهد شد، بیرون باشه، سریعتر به پزشک متخصص مراجعه کنه، امکانات پزشکی داشته باشه و آب هوای زندان با بیماری کلیه ایشون سازگار نیست. بهتاره زندان کل مدارک دستشون میدونن حسین کلیه‌اش از کار افتاده. سازمان پزشک قانونی هم نتیجه را به آقای دادستان اعلام کرده که ایشون نیاز به مرخصی داره. خب پس با وجود مدارک پزشکی فرزندتون و این نامه‌نگاری ها در دستگاه قضایی الان پس مشکل کجاست؟ مدارک فرستاده بودن به آقای دادستان ولی مجددا سپاه و بازجویان موافقت نکردن با مرخصی حسین. گفته بودم ایشون فرار میکنه. بعد من گفتم اگر پسر من فرار میکرد به خارج به دست شما نمیده افتاد. ما وطنمون دوست داریم، ما ایران را دوست داریم. ایران تنها مال شما نیست. بازجویان میخوام فرزندمان رو با شکنجه بکشم. من باز اعلام میکنم اگر به زودی فرزند من مرخصی ندن فرزند من کشته خواهد شد و مسئول اون کسانی هستن که اجازه مرخصی نمیدن به فرزندم، قانون رو به زیر پا گذاشتن. من از دادستان کل تهران جناب آقای رهبری دولت آباد، دادستان کشور، از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه، مسئولین جمهوری اسلامی خواستارم به این موضوع یه مدارک پزشکی با توسط که قبلا حسین 88 دست که شده بود تو انفرادی بود و تو انفراد زیر شکنجه قرار داده بودم و ما برای ملاقاتیشون رفتیم. ایشون گفت کلیه ها شدیداً درد میکنه. ما به مقامات قضایی مسئولین زندان اعلام کردیم ایشون مریض کلیه هاش درد میکنه. متاسفانه به درمان حسین توجه نکردم. من بعد از پیگیری های لازم مدارکی به دست آوردم. ست اسکن هسته‌ای در بیمارستان هاشمی نجات خودشون انجام داده بودن. دیدم کلیه حسین یکی از کار افتاده بود، عفونت داره. متاسفانه هیچ گونه اقدامی انجام نداده بودن. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیه‌هاشو از بین بردن. آقای رونقی، فرزندتون اعلام کرده که از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده. علت این اعتصاب غذا چیه؟ ایشون به خاطر این اعتصاب کرده که میگه که اینا میخوان من بکشم. اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن. حسین خواستار است بهشون مرخصی اهدا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. من از فرمانده کل قوا منظم رهبری خواستارم جلوی اینا رو بگیرن،
اجازه ندن که چنین کارا رو بکنن. خواستارم به این موضوع رسیدگی کنه. جون انسان برای اینا ارزش نداره. آقای رونقی، شما برای درمان فرزندتون چه اقدامات قضایی انجام دادین و چه جوابی بهتون دادن؟ ما مدارک را بردیم خدمت آقای دادستان نامه نوشتم به زندان اوین که هتل را تحت عمل جراحی قرار بدن. جواب فرستادن های پیرافپاشی هم برای فرزند من اجازه درمان ندادن. پزشکان به جناب آقای دادستان نامه نوشتن که ایشون اگر به زندان بره پیوندش موفق‌آمیز نخواهد شد، بیرون باشه، سریعتر به پزشک متخصص مراجعه کنه، امکانات پزشکی داشته باشه و آب هوای زندان با بیماری کلیه ایشون سازگار نیست. بهتاری زندان کل مدارک هست دستشون میدونن حسین کلیه‌اش از کار افتاده. سازمان پزشک قانونی هم نتیجه را به آقای دادستان اعلام کرده که ایشون نیاز به مرخصی داره. خب پس با وجود مدارک پزشکی فرزندتون و این نامه‌نگاری ها در دستگاه قضایی الان پس مشکل کجاست؟ مدارک که فرستاده بودن به آقای دادستان ولی مجددا سپاه و بازجویان موافقت نکردن با مرخصی حسین. گفته بودم ایشون فرار میکنه. بعد من گفتم اگر پسر من فرار میکرد به خارج به دست شما نمیده افتاد. ما وطنمون دوست داریم، ما ایران را دوست داریم. ایران تنها مال شما نیست. بازجویان میخوام فرزندمان رو با شکنجه بکشم. من باز اعلام میکنم اگر به زودی فرزند من مرخصی ندن فرزند من کشته خواهد شد و مسئول اون کسانی هستن که اجازه مرخصی نمیدن به فرزندم، قانون رو به زیر پا گذاشتن. من از دادستان کل تهران جناب آقای جعفری دولت آباد، دادستان کشور، از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه، مسئولین جمهوری اسلامی خواستارم به این موضوع یه مدارک پزشکی با توسط که قبلا حسین 88 شدسته شده بود تو انفرادی بود و تو انفراد زیر شکنجه قرار داده بودم و ما برای ملاقاتیشون رفتیم. ایشون گفت کلیه هم شدیداً درد میکنه. ما به مقامات قضایی مسئولین زندان کردیم ایشون مریض کلیه هاش درد میکنه. متاسفانه به